دوستان سلام. 2 روز پیش یه برنامه سینوردی داشتیم با دوستان. گفتم که شاید براتون جالب باشه که بدونین چه لوازمی رو من برای اون برنامه بردم. خب اولش که ما میدونستیم که برنامه مولتی پیج نخواهد بود، به خاطر که ما 3 نفر بودیم. تصمیم گرفتیم جایی بریم که بتونیم هر ستامون سینوردی بکنیم و جایی رو انتخاب کردیم که میدونستیم که بالا کارگاه هست و ما میتونیم به قول معروف صعود ترک کلایمینگ یا همون ابزارگذاری داشته باشیم و بریم به کارگاه برسیم، بیایم پایین و نوبتی یا به قول معروف سرطناب انجام بدیم یا همون قرقره یا تاپ رو. اینو ما میدونستیم و به خاطر اون لوازممون انتخاب کردیم. ولی خب معمولا یکی توی گروه، کسی که برنامه‌ریزی میکنه یا لیدر هست، معمولا خب چیزای بیشتر با خودش برمیداره برای مواقع اضطراری یا اگه حادثه پیش بیاد. به هر حال من سعی میکنم چیزایی که با خودم برده بودم و بهتون بگم، چیزایی که استفاده کردم و چیزایی که استفاده نشد. برای برنامه‌های سینوردی اینجوری اگه شما با به قول معروف دوستان میرین، معمولا ما یه سری ابزار رو با هم دیگه به اشتراک میذاریم. مثلا میگیم خب تناب من میارم، تو دیگه نیار، یا وسایل پروتکشن ها رو، اینا رو همه رو با هم دیگه به قول معروف من میارم، اون یکی از دوستان میاره و با هم دیگه استفاده میکنیم. ولی لوازم کلی معمولا خب اولیش که تناب هست. تناب هم نسبت به طول مسیر انتخاب میشه. من معمولا برای اینجور صعود تناب 70 متری میبرم، ولی برای صعودای مولتی پیج یا چند طول میتونی 60 متری هم ببرید که هم وزنش کمتر باشه، هم به قول معروف زیاد دیگه دیل نکنین با روپ منیجمنت و اینا. کوله پشتی جوری انتخاب کنین که لوازم توش جا بشه. این کوله پشتی 38 لیتریه. کوله و هارنس، کفش، چاک بگ، مطمئن باشین چاک توش داره، کلاه، گاید بوک، دستکشی که برای رپلینگ، برای فرود و حمایت کردن استفاده میشه، دستکشی که برای کرک کلایمینگ یا توی شکاف استفاده میشه، ظرف آب چون هوا سرد بود چایی میبرم معمولا، کم ها اینا برای پروتکشن، کویک درا برای من معمولا با خودم آلپاین درا میبرم به تعدادی که نیاز دارین. نات ها رو معمولا تقسیم میکنم، بزرگا یه جا، کوچیکا یه جا. اینا هم آفست هستن که معمولا یه چند تایی با خودم هست. نات تول که اگه اینا گیر کردن بتونیم در بیاریم. معمولا 2 تا نات تول میبرم که اگه یکی نیاورد، معمولا کسی که لید میکنه همراهش هست، کسی هم که فالو میکنه همراهش هست. البته چون این دیگه سینگل پیچ بود، ما اصلا در واقع لازم نبود، ولی خب من همیشه همراهم هست. گوری برای بلی کردن، یه سلنگ 120 سانتی برای کارگاه استفاده شد، به اضافه 2 تا کرابین لاکر و یه لاکر، یه نان لاکر استفاده شد برای کارگاه. برای فرود ریورسو و 2 تا کرابینر و اینم برای به قول معروف ترتن یا اون بکاپش، فقط این استفاده شد. این نه، همینجوری اضافه با خودم میبرم. به قول معروف اینجا خب حتی با اینکه بدونم مثلا زود میاییم، بارها شده تو تاریکی گیر کردیم. هدلمپ، سانسکرین، ضد آفتاب با لیپ بام، اینم که برای امرجنسی گارمین هست، رادیو، کمک های اولیه، دستمال توالت با هند سانیتایزر. این هم لوازمی بود که همراهم بود ولی خب استفاده نشد.
این در واقع یه اسلینگ 240 سانتیه، این کوردالت، بعد مایکرو ترکشن، چسب. این البته جزء کمک های اولیه‌مه، پارا شده دستان، پوستش بلند شده. این هم استفاده نشد برای اینکه تمیز کنیم. دوتا و معمولا کویک رو همراهم هست، ولی خب این لوازم استفاده نشد، ولی خب معلوم نیست که کی نیاز داریم. من معمولا همراهم هست. اینا همه معمولا توی اون بکپک همشون جا میشه و یا لوازمی هست که استفاده شد. میگم اون قسمت استفاده نشد، ولی بقیه همه استفاده شد به جز اینا، آفستا و خب یه سری از کمای به قول معروف همتنابمونم به اینا اضافه شد و اونا رو هم استفاده کردیم. اگه سوالی داشتین خوشحال میشم که بتونم جواب بدم و اینم یه نمایی از مسائلی که ما بردیم. مرسی.